17 август асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Хоруғи вилояти мухтории Кӯҳистони Бадахшон бинои истиқоматии 12 ошиёнаро дар хиёбони марказӣ ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур мавриди истифода қарор доданд. Ба хотири истиқбол аз пешвои созандаву бунёдкори миллат, шумораи зиёди сокинони шукргузори вилоят меҳмони воломақомро гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. Сарвари давлат ба кӯдакони хизматчиёни давлатӣ ва оилаҳои зарардида тӯҳфаҳо тақдим намуданд. Пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо нишони муҳаббати самимӣ ба кӯдакон тифле аз оилаи зарардидаро бо меҳри беандоза ба оғӯш гирифта навозиши падарона намуданд. Салом. Салом. Мешносӣ? Мешносӣ? Бобаша мешносӣ? Бомаро у тарам нигоҳ дора. Бобош ҳамунҷае чӣ? Ма. Саломат бошед. Чӣ ном дорад? Динора. Чӣ қадар зебо. Чӣ қадар зебо. Бараку. Опа! Саломатоӣ. خدا تا دراز کنه کلان شوی چقان شوی دانشمند شوی خواهش از اون نترسید مبارک شود با این روزهای نیکم رسیدیم شکرانه کنیم که صحت سلامت ماندیم همه چیزا دیگه یافته میشه لیکن جان انسان خریده فروخته نمیشه نه صحت سلامت که ماندیم با این روزا رسیدیم صاحب خانه صاحب داشت یکی مفیر می خانه از خانه پیشتره خوبتر است میگه با اونجا کلان شدن کودکا عادت کردیم اونس گرفتیم خواهی نخواهی همین خیر است همین خیره بچه ها را تربیه کنیم مبارک شود نصیبتون کنیم خوشبخت باشید سرفراز باشید دایم در خانه هاتون توی خرسندی باشد خنده طفلان باشد السلام علیکم جناب عالی پرزیدنت معظم تاجیکستان امامعلی جان رحمان شما را اول به دیار کوهستان دوست داشته‌تان خیر مقدم میگویم که این دیار شما به نهایت دوست می‌دارید ما می‌دانیم. ثانی ما ساکنان محله ناصر خسرو بهار ما گل کرد باغ ما گل کرد یکم همه که شما در نزد ما ایتین توفه بزرگترین که سر سجده هزارها بار ما به شما می‌فراریم هزارها بار با بزرگیت شما با انسانیت شما با شجاعت شما ما هزارها بار سر تسلیم می‌فراریم. ثانی چی گفتنیم که این گونه پدر غمخوار و این گونه پدر مهربان ما دیگر در عمرمون نمیابیم هیچگاه نمیابیم. این یگانه شخص بودید که شما آمدید به سر ما این یگانه شخصی هستید که همه دلسوزیاتون به ما ریختید دیگر زبان گفتاری نداریم که ما در وصف شما سخن کنیم هر چیزی که به درجه عالی سخن است در حق شما هست در دل ما شما را دوست می‌داریم دوست می‌داریم دوست می‌داریم خوش آمدید به سرزمین бинои баландошёнаи истиқоматӣ дар асоси дастуру супоришҳои сарвари давлат дар хиёбони Шириншоҳ Шоҳтемури шаҳри Хоруғ бо маблағгузории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади таъмини кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ хизматчиёни давлатӣ ва оилаҳои аз офати табиӣ зарардидаи шаҳри Хоруғ бо манзили истиқоматӣ дар маркази вилоят бунёд гардид. ёдовар мешавем ки хишти нахустин барои сохтмони бинои баландошёнаи истиқоматӣ соли 2016 аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гузошта шуда буд. Иншоот аз ду бинои асосии 12-ошона ва аз 66 манзили дуҳуҷрагӣ ва 22 хонаи якҳуҷрагӣ иборат мебошад. дар манзилҳои истиқоматӣ мутобиқ ба талаботи замон барои зисту зиндагии кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ хизматчиёни давлатӣ шароити сатҳи баланд фароҳам оварда шудааст. ифтитоҳи як бинои
نوی کلون 12 شونه در شهر خوراق سیمای شهر خوراق را باز هم زیباتر گردانید و ما امروز ساکنان شهر خوراق شاهد آن گشتیم که در عرفه یعنی گشوده شوی این بنا از طرف اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان با یک قطار خدمتیان دولتی و حربی و همزمان با اویله‌هایی که در وقت آفت طبیعی خانه‌های آنها پر آسیب دیدند کلیدها تقدیم کرده شدند. این همه شهادت از استقلالیت و از وحدت کامل سرتاسری کشور درک می‌دهد و ما در همه این غمخوری‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی وعده می‌دهیم که این سازندگی و آبادکاری رو دوام می‌دهیم و امروز شهر کوچک ما به یک شهر زیبای و آباد تبدیل یافته ایستاده است. پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان از داخل حجره‌های استقامتی دیدن نموده به ساختمانچیان برای با صفت بلند بنیاد کردن خانه‌ها بهای بلند دادند. سرور دولت محترم امام علی رحمان افسران طالع بلند را که امروز صاحب خانه‌های برهوا گشتند برای خدمت صادقانه و صافدلانه به نفع دولت و ملت هدایت کردند. باید گفت که خانه‌های استقامتی دارای آشخانه با تجهیزات ضروری و لوازمات روزگار تامین گردیده تحفه بی‌نظیر پیشوای ملت برای کارمندان نظامی به حساب می رود. خدمتیان حربی صاحبان منزل‌های استقامتی به پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان برای دستگیری و غمخوری‌های پیوسته اظهار سپاس نمودند. در دوره تشریف نوبتی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به شهر نایه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان در شهر خوروق برای خدمتیان دولتی بنای استقامتی خانه‌های خدمتی مورد بهره‌برداری قرار داده شدند. باید ذکر نماییم که در شهر خوروق انشاءات‌های گوناگون تعیینات اجتماعی مورد بهره‌برداری قرار داده شدند که از جمله آنها امروز خانه استقامتی برای خدمتیان دولتی که با شرایط خیلی بلند خدمتی ساخته شده است مورد بهره‌برداری قرار داده شد. چون این خانه‌های استقامتی که امروز به استفاده داده شدند در شهر خوراق قریب که همتو ندارند و بسیار با یک اصول بلند معماری مورد بهره‌برداری قرار داده شدند. البته از نام خودم از نام تمام خدمتیان دولتی که امروز در ولایت مختار کوهستان بدخشان کار و فعالیت می‌نمایند اظهار منتداری را به پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان می‌رسانیم و باوری کامل داریم که با فعالیت من بعد تمام خدمتیان دولتی باز هم بهتر برآمده مانده شده به سطح و صفت زندگی ساکنان ولایت مساعدت خواهد نمود. در زمینه اقدام‌های خیرخواهانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در این روز در برابر عائله‌های خدمتیان حربی همچنین 12 عائله ضرر دیده شهر خوروق که خانه‌های استقامتیشان در فصل زمستان در نتیجه ترمفروری پورا خراب گردیده بود صاحب خانه‌های نو و زمانوی شدند. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به هر یک عائله ضرر دیده کلید خانه‌های نو استقامتی را تقدیم نمودند. سرور دولت تاکید داشتند که با شرافت استقلال دولتی حکومت جمهوری تاجیکستان قادر است تا در حالت‌های فوق‌العاده و طبیعی و تکنگینی اهالی کشور را تحت حمایه و غمخوری همه‌جانبه خود قرار دهد. هر یک عائله ضرر دیده شهر خوروق از غمخوری‌های پدرانه پرزیدنت مملکت در آن روزهای سخت یادآور شده برای دستگیری‌ها و پشتیبانی‌ها منتداری صمیمی خویش را بیان نمودند. امروز خرسندی ما ساکنان محله ناصر خسرو عد و کنار ندارد، چون که ما امروز به مقصد خود نائل گشتیم. امروز این خانه های برهوا، خانه های زمانوی که یعنی از طرف جناب عالی پرزیدنت مملکت به ما تحفه کرده شده است دسترس شد و می خواهیم که به سرور دولت به جناب عالی اظهار تشکر خرسندی خود را رسانیم و هزاران رحمت هزاران منتداری به جناب عالی رسیده بود، چون که او همیشه غمخوار خلق است، غمخوار ملت است. بیهوده نگفتند که جناب عالی امروز حقیقت انوشیروان مرد عادل است. امروز تمام سخاوتش، امروز تمام غمخواری و دلسوزی خود را به تمام جهان نشان داده است و ما به نهایت از این خصلت‌های خوب جناب عالی، از این غمخواری‌هاش
بر اعلی منت داریم. امروز این خانه های بر هوا که به ما توفه شد در تمام معیار جهانی معماری و شهرسازی جوابگویند. من منتداری تمام ضرر دیدگان محله ناصر خسرو را به پیشوای ملت جناب عالی امام علی رحمان میرسانم که در مدت نهایت کوتاه ما را صاحب خانه گردانیدند که این خدمت شایان رهبر دولت است. پیمانکار اساسی بنیاد انشاءات جمعیت دارای مسئولیتش محدود بنیاد می باشد که در مهلت معین شده ساختمان بنای استقامتی را جوابگو به طلبات شهرسازی و معماری به انجام رساند. در روند کارهای ساختمانی 4 شرکت محلی از قبیل جمعیت‌های دارای مسئولیتش محدود ام سرویس، امیرحمزه، جاوید و وطن سهم ارزنده گذاشتند. در جریان کارهای ساختمانی بیش از 150 نفر ساکن محلی به کار جلب گردید. خانه های دوازده‌شانه برای کارمندان حفظ حقوق سال 2017 آغاز گردیده بود. فرمایشگر ساختمان، دیرکسیون ساختمان انشاءات های حکومتی دستگاه اجرای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بوده. قدرتچی اساسی آن کارخانه مسئولیتش محدود بنیاد می باشد. امروز در حضور جناب عالی پرزیدنت مملکت پیشوای ملت امام علی رحمان با صفت بلند با میوه‌های آذر زمان به استفاده داده شد. در برابر خانه‌های استقامتی همچنین در آشیانه یکم بنا کارگاه استحصالی جمعیت دارای مسئولیتش محدود با صفت 18 و مرکز خدمترسانی جایگیر کرده شده است. فعالیت کارگاه به استحصال مواد آرایشی و چاپی و ناشری روانه کرده شده است و به راه ماندن کار آن در شرایط معاصر به رونق فعالیت صاحبکاری و بهتر شدن خدمترسانی‌ها در این سمت مساعدت می‌کند. باعث خوشنودی است که در زمینه سیاست سازنده و بنیادکارانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان جهت دستگیری همه‌جانبه صاحبکاری خردومیانه و جلب سرمایه برای رشد این ساحه صاحبکار موفق شهر خاروغ نظیر دیلیاب و صاحب کارگاه نوزمانوی گردید. حالا با مهیا گردیدن شرایط سطحی بلند مسئولین کارگاه استحصالی نیت دارند تعداد کارگران را به 10 نفر رسانند. جمعیت دارای مسئولیت محدود با صفت به استحصال محصولات آرایشی و چوبی مشغول بوده. یکی از اولین کارخانه‌های صنعتی که در مخصوص در ولایت مختار کوهستان بدخشان به خدمت رسانی‌های ناشری و چوبی مشغول می باشد. اکثریت مؤسسه و کارخانه‌های حدود ولایت مزاجان ما بوده از خدمت رسانی‌های ما به پرگی استفاده می‌برند. امروز در ارتباط با اعلام گردیدن سالهای 2022-2026 سالهای رشد صنعت کارخانه ما بهره راه ماندن همکاری‌های نو و سعی نمودن خدمت رسانی‌های خود و به مزاجان پیشنهاد نمودن خدمت رسانی‌های اینوواسیونی ساحه پلیگرافی کوشش به خرج می‌دهد. هدف اساسی کارخانه ما هرچی بیشتر به کار جلب نمودن جوانان و تیار نمودن متخصصان خوب ساحه‌های آرایشی و چوبی می باشد. نیت داریم تعداد کارمندان را که اساساً اکثریتشون جوانان تشکیل می‌دهند زیاد نماییم. تا کنون کارخانه ما از راه اساسی کمتر دورتر واقع بوده به فعالیت ما و برای مزاجان ما کمتر دشواری ایجاد می‌کرد. لیکن خوشبختانه امروز ما در کارخانه زمانوی قرار داریم که مساحت آن برای ما امکانیت می‌دهد که تعداد و صفت خدمت رسانی‌ها را باز هم زیادتر و خوبتر گردانیم. برای دستگیری همه جانبه صاحبکاران موفق وطنی و پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اساسگزار صلح و وحدت ملی محترم امام علی رحمان سپاس و منتداری خویش را اظهار می‌نمایم. چنین دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان ما صاحبکاران را وظیفه‌دار می‌نماید که بهره رشد بخش خصوصی کوشش و تلاش زیادتری را به راه مانیم. باید گفت که حدود بنای استقامتی و پیاده راه‌ها با استفاده از سنگ‌های آرایشی کارخانه نوبنیاد سومن شهر خاروغ زینت داده شده به خاطر سیر و سیاحت شامگاهی ساکنان 10 ستون روشنی دهنده شنانیده شده است.